El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, afirma que Donald Trump miente cuando habla de paz, mientras miles de manifestantes iraníes salen a las calles para exigir la defensa de su país. که میخواد از قدرت برای صلح استفاده کنه. دروغ گفت. اونها این کار نکردن. اونها از قدرت استفاده کردن برای اینکه بمب‌های 10 تنی رو بدن به رژیم صهیونی بریزه رو سر کودکان غزه، بیمارستان‌ها، خانه‌های مردم در لبنان و در هر جا که بتوان. بعضی از این حرفایی که در این سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه مطرح شد لایق جواب دادن نیست. مطمئناً این الگو شکست خورده است. به همت ملت‌های منطقه آمریکا از این منطقه باید برود و خواهد رفت. رژیم صهیونی که غده سرطانی خطرناک مهلک این منطقه است حتما باید برکنده شود و خواهد شد.